انجیل با گزارش لوقا. فصل 2. تولد عیسی. در آن زمان امپراتور اوگوستوس فرمانی به خاطر سرشماری عمومی در سراسر امپراتوری روم صادر کرد. این اولین سرشماری بود که آغاز شد. در این زمان کرینیوس والی سوریه بود. برای ثبت نام در سرشماری هر کس به شهر خود رفت. یوسف نیز از شهر ناصره ولایت جلیل به ولایت یهودیه رفت تا در بیت لحم زادگاه داوود پادشاه ثبت نام کند. یوسف به آنجا رفت زیرا از خاندان داوود بود. او مریم را که در عقدش بود با خود برای ثبت نام برد. مریم حامله بود و هنگامی که در بیت لحم بودند زمان تولد کودک فرا رسید. مریم اولین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد. کودک را قنداق کرد و در آخر خوابانید، زیرا در مسافرخانه جای برای آنها نبود. نمایان شدن فرشتگان به چوپانان. در همان اطراف در میان کشتزارها چوپانانی بودند که شبها از گله خود نگهبانی می کردند. فرشته خداوند در برابر آنها نمایان شد و شکوه و نور جلال خداوند در اطرافشان درخشید. آنها بسیار ترسیده بودند، اما فرشته گفت: نترسید، من برای شما خبر خوش دارم که به همه مردم شادمانی بزرگ به بار خواهد آورد. امروز در شهر داوود نجات دهنده برای شما به دنیا آمده است که مسیح خداوند است. نشانه آن برای شما این است که نوزاد را در قنداق پیچیده و در یک آخر خوابیده خواهید یافت. ناگهان با آن فرشته لشکر بزرگ از فرشتگان آسمانی ظاهر شد که خدا را ستایش کرده می گفتند: شکوه و جلال بر خدا که بر فراز آسمان است. صلح و سلامتی بر زمین باد و در بین مردمی که مورد پسند اوست. وقتی فرشتگان از آنها جدا شدند و دوباره به آسمان رفتند، چوپانان به یکدیگر گفتند: بیایید به بیت لحم برویم. آنچه را که واقع شده است و خداوند ما را از آن آگاه ساخته است ببینیم. پس با عجله رفتند و مریم، یوسف و آن کودک را که در آخر خوابیده بود پیدا کردند. وقتی چوپانان کودک را دیدند، آنچه را که درباره او شنیده بودند به مریم و یوسف گفتند. همه شنوندگان از آنچه چوپانان می گفتند تعجب کردند، اما مریم تمام این چیزها را به یاد سپرد و درباره آنها عمیقاً فکر می کرد. چوپانان برگشتند و به خاطر آنچه شنیده و دیده بودند خدا را حمد و سپاس می گفتند، زیرا آنچه فرشته به آنها گفته بود انجام شد. نامگذاری عیسی. 1 هفته گذشت و زمان ختنه شدن طفل فرا رسید. او را عیسی نامیدند، همان نامی که فرشته پیش از این که مریم حامله شود تعیین کرده بود. تقدیم عیسی در خانه خدا. زمان آن رسید تا یوسف و مریم مراسم پاک شدن را مطابق شریعت موسی اجرا کنند. پس آنها کودک را به اورشلیم آوردند تا در خانه خدا به خداوند تقدیم نمایند. چنان که در تورات نوشته شده است: هر پسر اولباری که از شکم مادر بیرون می آید برای خداوند مقدس خوانده می شود. آنها نیز رفتند تا مطابق آنچه در تورات نوشته شده است 1 جوره فاخته و یا 2 کبوتر را قربانی کنند. در آن زمان مردی به نام شمعون در اورشلیم زندگی می کرد. او یک مرد خدا ترس و پرهیزگار بود که در انتظار تسلی اسرائیل بود. روح مقدس با او بود. روح مقدس به شمعون اطمینان داده بود که تا مسیح وعده شده خدا را نبیند نخواهد مرد. شمعون با هدایت روح مقدس به داخل خانه خدا آمد. هنگامی که یوسف و مریم کودک نوزاد را به داخل خانه خدا آوردند تا آنچه را که مطابق شریعت مقرر بود انجام دهند، شمعون کودک را در آغوش گرفت و خدا را ستایش کنان گفت: ای خداوند، تو حالا به وعده خود وفا کردی. پس بگذار خادمت به سلامت برود. با چشمان خود نجات تو را دیدم، نجاتی که تو در حضور همه مردم آماده ساخته ای. نوری که اراده تو را به ملت‌های بیگانه روشن ساخته، مایه سربلندی قوم تو اسرائیل گردد. پدر و مادر کودک از آنچه شمعون درباره او گفت حیران گشتند. شمعون برای آنها دعای خیر کرد و به مریم مادر عیسی گفت:
این کودک از جانب خدا برای هلاکت و نجات بسیار در اسرائیل انتخاب شده است. او نشانه ای است که توسط بسیار رد خواهد شد و افکار پنهانی عده زیاد را آشکار خواهد ساخت و در دل تو نیز خنجر فرو خواهد رفت. همچنان پیامبر به نام حنا که دختر فنوئیل از طایفه اشیر بود در آنجا زندگی می کرد. او یک زن بسیار پیر بود که مدت 7 سال با شوهر زندگی کرده و بعد از آن تا 84 سالگی بیوه مانده بود. این زن هرگز از خانه خدا خارج نمی شد، بلکه شب و روز با دعا و روزه خدا را عبادت می کرد. حنا در همان وقت آمد و به درگاه خدا شکرگزاری نمود و برای همه کسانی که در انتظار نجات اورشلیم بودند درباره آن کودک صحبت کرد. بازگشت به ناصره. یوسف و مریم پس از آن که همه کارهایی را که در شریعت خداوند تعیین شده بود انجام دادند، به شهر خود در ناصره واقع در ولایت جلیل برگشتند. کودک رشد می کرد و قوی می شد. او پر از حکمت بود و فیض خدا بر او قرار داشت. عیسی نوجوان در خانه خدا. والدین عیسی همه ساله برای عید فسح به اورشلیم می رفتند. وقتی عیسی 12 ساله بود، آنها مانند همیشه برای آن عید به آنجا رفتند. وقتی روزهای عید به پایان رسید، آنها دوباره عازم شهر خود شدند. اما عیسی نوجوان در اورشلیم ماند. والدینش این را نمی دانستند. فکر کردند عیسی در بین کاروان است. آنها بعد از 1 روز سفر به جستجوی او در میان خویشاوندان و آشنایان خود پرداختند. چون عیسی را نیافتند، ناچار به اورشلیم برگشتند تا او را پیدا کنند. در روز سوم عیسی را در خانه خدا پیدا کردند که در میان معلمان مذهبی نشسته بود. به آنها گوش میداد و از آنها سوال میکرد. هر کس که سخنان عیسی را میشنید از جوابهای هوشیارانه او به حیرت میافتاد. والدین عیسی از دیدن او تعجب کردند و مادرش به او گفت: پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ ما با پریشانی زیاد دنبال تو میگشتیم. عیسی گفت: برای چه دنبال من میگشتید؟ مگر نمیدانستید که من باید مصروف کارهای پدر می بودم؟ اما آنها نفهمیدند که هدف او چیست. عیسی با یوسف و مریم به ناصره برگشته از آنها اطاعت می کرد. مادرش همه این چیزها را مانند گنج در دل خود نگه می داشت. عیسی در قامت و حکمت رشد می کرد و مورد پسند خدا و مردم بود.